سلام، خوش اومدید با اولین ویدیو امانگاسی و اینکه میخوایم بریم بتره کنیم. با بچه ها اومدیم 8 نفره گرانه یکی لفت کن. ببین من و این آشپز سفید الان همون میبینید من عینک رو حرف در میزنم میاریم دیگه، صاف میکنیم تو میبینید. چیز خب بچه ها بریم دیگه، بریم. استارت کنم. با سر آره، دید در شب میگوزه متوجهی؟ آقا آی خدا. کن تو پاره نشدی. ببین اگه استارت نکنی بیچی اسفنی، نه تنها بیچی اسفنی بلکه آی آی تست نفره تو خدا. آی جونم یا میچه آی کداستای جونم دوستان متاسفانه بنده در مدبی اسکم دارم، لطفا مدبی نیاید، گناه دارم. مدبی این میام تا مدبه یه آمپول گوشی توش برو میکنم ساکت شو. مسخره بازی در نیاری، میوت کن. یارو میخواد بزنیم به بیاد نفر رو. مدبی، بیا مدبی. الان من خودت داری حرف میزنی، یا اول فصل بریم که الان خودت هم داری حرف میزنی. ایجاد بچه بیدون سال یافت شد. گروهشون چیز نکنید دیگه، سری فیکس کردن عوضی ها. بزنید بیتیستم. خوی خور بینه اینو شک بندازم. خوی شک بندازم. الان که باید بزنیم به نفر دیگه، هر جور شده بزنیم. این من این وردی خب و ما برمیگردیم میزنیم. خب کیه سگش داره آقا همه بگو، میوت، بگو، بگو. همه میوت بگو. توضیح بده. آقا سگه چی بکنم میگه؟ سفیده، چون برقرار کشتم. بکنم سفیده یا ایزی بابا سفید بده. میتونه باشه تا دام بزنم. یه یا سوال فنی، سفیده جسد یا کجا بود؟ دوسیه. ببخش جسد نه کجا بود؟ نه نه جسد رو نگو کجا بود، بپرس نگو کجا اصلا. بودن. یعنی نه بینه نگو جسد بین کجا بود، نگو، بپرس از همه کجا بودن. نگو جسد کجا بود، بپرس همه کجا بودن. بابا اول خب باید از جسد اول معلوم بشه کجا بود، بچه بعد از همه سمت کجا چپ بودن. بالا شروع میکنم. من دم در ادمین بودم وقتی بازی آقا شروع شد، رفتم طرف الکتریکال تسکامو زدم، برگشتم طرف جلوی ادمین آپلود کنم، ریپورت خورد. آقای ایتیز آقا یعنی بذار لول من چی آقا یه بگم، لحظه بذار من وایسا، چی یه لحظه بگم. ساکت شو. دوست سالی که نینجا با نظر من پس زمینه لیمویی صحبت کنه. بس داداش با پس زمینه لیمویی صحبت کن. خدا کنید. خب من ببین که از اول که رفتم من اول داداش کافتریا، خب کافتریا پس یکم زمینه اومد در راست لیمویی سر میگه دوست نینجا پس زمینه لیمویی. داداش لول این چی داری 50 میگی بس همون دارم زر میزنم راستش. ببین من بفرمایید. اولی که رفتم الکتریکال تشت بزنم، بعد من اینجوری اول رفتم توضیح وپن باید اونجا تحت بدم استروید که زدم، این اومدم سیاه هم اینجا، بالا بعد داشت اومدم دانلود الکتریک میکرد کن دیگه، بیت رفتم فکر. پایین بعد برای اومدم فیکس بله رفتم بله تایید. توضیح بدم، چیز بعد برم کنم رفتم استوریج. آفرین. اینجوری بگم خب خب اومدم چون رفتم کسی پایین که اونجا الکتریکال سیم نبودش. بزنم در نویگیشن ریپورت. اوکی آقای لیمویی زد لول 11 ریپ ایمپ. شما خب بفرمایید صحبت خب از نه کجا کنید، بودی چیکار اول کردی. بازی قرمز که من دید کافتریا بودم، داشتم اونجا دانلود میکردم که قرمز هم داشت دسته رو میکشید. خب قرمز هم حرف من تایید کنه اینا. خب بعد رفتم کافتریا، اومدم پایین، رفتم سمت ادمین آپلود کردم. خب رفتم الکتریکال، باش دو نفر با فهمیدم. همدیگه بودن، نه بنفشون بود، کی بود با همدیگه بودن که برق فیکس برقا رفته بود. بنفش. برقا خب رفته بود، رفتم الکتریکال دو تا تسکامو انجام دادم، اومدم پایین. خب رفتم سمت رفتم سمت کافتریا، رفتم آپرنجی، اومدم پایین، یکی داشت دوربین رو نگاه میکرد که قرمزم بودش اونجا. خب من رفتم پایین سمت استوریج، داشتم بنزین پر میکردم، تسک بنزینم. خب برقا رفته بود که دیدم دارن ریپورت خوردش دیگه. دوستان آقای صحبت لا لاشی بازی است. ببینید دوستان، من تمام مدت پشت دوربینا بودم، اصلا نمیتونین انکار و کنید. این تو چی من ویدیو چند بگم تا رنگو دیدم.
ببین رنگ زرد بیت، رنگ قرمز هم بیت که اونجا چرخیدن. حالا جسد رو میشه بگی کجایه داداش گلم؟ یه لحظه آقای لاشی مطمئن پشت دوربین سفیدم نبودی؟ بگیر. بابا دوربین کجا بود؟ میگم دوربین جسد کجا بود؟ من مطمئنم. من رأی ببین من لاشی هم اگه ایمپاستر باشم. بابا یارو نمیگه بازی آه. کجا بوده، فقط غیر داره همینجوری جان گوش می‌ده. بفرما. بابا قرمز تو بفرما. بدن کجا بود؟ جسد کجا بود؟ تو بود پلش تو. لاشی این پاستره. بده آرتین پرو، بده آرتین پرو. نمیگه جسد کجایه، نمیگه جسد کجا، بده آرتین پرو. ببین آقا میشه الکی رو هم نندازی؟ نذاش حرف بزنن، بدین نذاش حرف لاشی بزنن. بده لاشی جسد بابا خودش تو الکتریکال الکتریکال بود. لاشی لاشیه. ببین من تو بابا جسد تمام دیدم. تو چیز بودم آقا. بین نگاه الان تو میگی توی الکتریکال بود، از همون اول میگفتی میگفتی آقا من نگاه میشه گردن بین میزنم قرمز و زرد. وقتی که توی الکتریکال میشه بین آقا. قرمز و زرد. حالا من میتونم یه چیزی بگم بچه ها؟ لاشیه بدین لاشیو بچه ها ساکت. آخه برای چی الکی رو لاشی؟ ساکت. برای ساکت. چی ساکت. الکی رو آقا ساکت. لاشیه ساکت. بابا لاشیه ساکت. آقا بدین لاشیو رأی لاشی رو بدید توی سیکوریتی بدین. نبود بدینش بیرون. امیر عزیز. دهنه تو زرد ببند. بین امیر زرد و رضا. قرمزه. آقا زرد جان اول از همه لاشی دوربین. آقا جان گوش یه کن لحظه ایتلور داداش اینو گوش کن، اینا رو ولش کن، ما با اینا کار ندارم. گوش کن تو نگاه کن. سکیوریتی بودی من زرد دیدمه. اول از همه رفت توی مدبی، بعد از بله. پایین از سمت الکتریکال درست داره آمد میگه بالا. درست داره 100% میگه ونت کرده. درست ونت نکردم عزیز عزیز لاشیو بدین آقا جان یه لحظه میشه آقا یه لحظه میشه من بچه ها من یه رنگ نمیدونم باید حرفمو بزنم. اینو درست گفتش رفتم ونت نکردم من رفتم کافتریا رفتم مدبی اومد رفتم چرخیدم مردی کسی یا نه اومدم بالا. آقا جان دارم حرفمو میزنم دارم حرف میزنم اومدم آپرنجی اومدم پایین آقای لاشی سکیوریتی بودش درست دارم میگه دوربین بود دوربینا هم روشن بود قرمزم اونجا بود. من اسکیپ میدم من اسکیپ میدم من اسکیپ میدم من اسکیپ میدم فشار بخور بعد لاشی سکیوریتی بودش لاشی ساکت. سکیوریتی بود مهد کودک نیست اینجا یه دونه میگیم آقا ساکت بچه‌ها ساکت. مایکا رو ببندید دیگه. آره جدی مایکا رو لاشی سکیوریتی بودش مهد الکی نندازی کودک بیرون نیست باید 1000 بار بگیم ساکت. مهد کودک نیست باید 1000 بار بگیم ساکت. آقای امیر رده اگه میدارم میگفتم ساکت. اسکیپ و چیز چرتوپرت گوسفند اینجا نگید میگفتم اسکیپ دارم تو بعد دهن تو اسکیپ ببند. ندارم اون میفهمه من بیناموس اینی رو ببینی من که به تو خوش بدم میره به ننت میگه خب چه فایده است من دهن تو ببند بچه‌سا. آی خدا وای میوت مامانش اومد بالا سرش. تو فایده ببین تو فایده داری تو فقط بیا پی وی من آقا شمارت آقا فقط خواهی هم داری سری بیا اسمش چیه برم دهنت رو من سرویس کنم چون میگم اینجا آقا وقتی الان بچه یه سال سوال دارم برای چی الان ریپورت دادین دقیقا یه سوال برای چیز کردین میتینگ برای چی داری؟ منطقیه. تو فقط به من میخوایم کولدان این پاستر ریست بشه فشار بکنه. داداش تو فقط داداش ببین روش خوبی یا بیایم کولدانشو ریست کنیم دادن ببین با اینکه این پاسته نیستم ولی فشار خوردم. خوشحال شدی دیگه میتینگ نزن لطفا انقدر الکی وسط تسک و اینا. آرتینو بده بیرون بابا آرتینو اصلا این اسکیپ پاستر بده بابا. اسکیپ بدید بره اسکیپ بده. ببین گردنم میگیره اگه منم به من رای بدین اگه منم به من رای بدین اوکی گردنم آقا الکی نندازیم بیرون عزیزان ده وای ببین وقتی نمیگی جسد کجاست خودت تبدیل به جسد میشی. ببین حالا بپر وسط. آخه اصولا من چند بار گفتم جسد تو الیتریکاله آی خدا آقا این فقط میخوام این یارویی که به من گفت چرت و پرت گفت فقط میخوام ببینم کیه آقا میوت میشه بکنین میشه واقعا نیست. واستا یه لحظه آقا جاهله قوی قدرتمند سلطان غم کش کلاش کش توی که رو ماشینت یه بازوکا گذاشتی دعوا نکنن آقا. نه فقط میخوام کیه حاجی آقا اون اسرائیل است حالا ولمون میکن اینجا رو بزنیم
بزن یه رفت من ادمی بیارم. خوبه خب باز برم اینجا یکی بیاد اینجا یکی بیاد نمیاد کسی اینجا نمیاد الان دیگه برای چی خود چیه؟ این چیه؟ یه لحظه این سفید کیه آجی؟ ما مشکلی داریم تو راه سکیوریتی بین سکیوریتی اینا میچرخیم. خب آپرنجی لاورین یهو دیدم سفید انا کجا بود از سکیوریتی در اومد برد کرد. نه سفید کنار ما بود. سفید کنار ما بود. چطور یعنی ویف کرد؟ داداش نه راست میگه صبر کنه دقیقه صبر. من تو کل مدت تو دوربینا بودم تسکام که تموم شد. راست میگه سفید یهو از سکیوریتی چون من دیدم ما از اول گفتم بین خاکستری و سفیده. آقا راست گفت آقا. دست تو را بگیرم برای آخرین بار. آقا میوت. بچه بابا سیاهه بدینش بیرون. نه بچه من یه چیز علمی بگم قطع میکنم صدامو. داوطه بزرگ در کار است. توطئه در کار است. آی خدا این دست رو ببریم. آی خدا ایمپاستری؟ با منی؟ ایمپاستری؟ نوپ قسمت نمیشه. خب الان من یه سوال بپرسم آقای لاشی لاشی رو بدید بیرون. تو از اول هی داریم میگی نمیدونم اینه اونه هر کدوم هم انداختیم بیرون هیچ کدوم هم نبودن. آره من از تو دفاع کردم واقعا تو سکیوریتی بودی. نگاه کن یه لحظه نگاه کن ما فقط یه نفر رو گفتیم سفید زرد قرمز نگاه کن رنگ زرد یه نفر هم سفید و قرمز یه نفر لاشی رو بدید زرد و بیرون. قرمز یه نفر نیستن نارنجی یه الان نفره. نیما یه سوال بپرسم چرا سریع رای قاطی کنیم دادی؟ میشه نارنجی. الان نیما برای چی سریع رای دادی؟ راست میگه بذار داریم حرف میزنیم. حال نکردم سریع رای بده بهش شما به تو ببازم ولی بهش به سریع کی رای بدم؟ بده خب برای چی بدم؟ خب به کی بدم الان من به کی شما بدم؟ تو همونی که نگاه کن تو انتخابات ریاست جمهوری هم برای که سری رای بدی یه اسکل انتخاب بکنی بده بره بیرون بابا. لاشیه. بیا چیز شد اتر به منظر من نمیدونم من مثل سوام لاشیه. من مثل سوام لاشیه. فکر میکنیم من ایمپاسترم؟ نه من مثل سوام لاشیه چون از اول هی داره میندازه رو همه هر کی میندازیم بیرون چیزه سریع امرجنسی بس چیزو بزن امرجنسی رو. بابا این آدم میپره. ببین یه رهبر بزرگتر خوشگو با بیا اینجا یه حرفی دارم. بیا وایسا بذار کیل کول دارم تمام شه. بیا استاپات هست دارم. بیا یه امرجنسی رو بزن. داشیوم بیا تا اومدیم بزنیم سریع تقاطعش کرد خودشه. بیا من بالا بیا بزنم سریع بزن لاشی بدیم خدا لاشی. آقا نه یه لحظه گوش کن. ایتس تاچ نگاه کن با ما اومد فیک تست انجام داد. ما برام بیرون آجی ما با خودم رای میدم ولی به نظر ما ایتس تاچ بین زرد چون زرد همون مدره یا چرخش به سمت سکیوریتی بره ما مشکل. داداش فقط من میخوام آقا خود همین ایمپاستر بود از اول بازی داره همش گره میندازه. خود همین بود. حاضرم شرط ببندم خود همین بود. ببین زرد تبریک.
نه ایتیس گم شو ایتیس باش تو رو خدا ببین گناه خودشه تو ایته رو ایته خدا. ببین بذار دور شو دور شو دور شو دور شو آره. ببین دیدی من گفتم؟ دلم کمه با دیدی دلم گفتم؟ بدیم بیرون بابا. بدیم من بیرون بابا. یعنی بدیم من چی؟ بیرون. میگم چرا من از تو نمیذارین من دفاع کنم از خودم. الو آره. ببین دیدی گفتم کثافت داره گوش ببین. نکردی. آره. گفتم فیک آره، تست آره. داره حرفم گوش آره. نکردی اشتباه کردی من میام گوش مادر آره ایستشه. کن تو چورم گفتم بنت کرده از فیلم شرفیده سمت من ونت نکردم من اصلا ونت نکردم ببین کلا 2 نفر کشتم انداختم همه رو به جونه ببین این توش واقعا بازیت بد بود منی که واقعا بازیت بد بود آی خدا داداش به من چش مگه من دیگه داره اینو. ببین روی با من حرف نزن ببین من یه مسی یا پوست منزوی هم آقا میوت کن میوت کن اون نگاه. سخن. ببین اینترنت انقدر خوبه متوجه همه حرفات میشه جانم جانم چرا من ایمپاستر نمیشم آقا ریدم تو گی آقا میشه میوت کنید ایمپاستر لیو نده بیتی اسکان خری این سفید میشی بعد مشروبتر هم میشی ایمپاستر لیو نده بیتی اسکان با یه ایمپاستر گوست من ایمپاستر گوست تو مایکو باز علکی اوکی. دکمه ها سرش بره ایمپاستر لیو داداش، نده خب بیتی بچه اسکان فال. گفتم میشه یه یوتیوب یا آپارات میکنی ایمپاستر لیو میده یا تایم اوتت میده آقا میشه میوت کنی نه موافقم بس ایمپاستر هپی فستر تو یو بابا من دیسکانکت شدم ای خدا ایمپاستر بودی حالا آره خدا یه این باستر دارین کلا آخه روانه خوب شد زدی دمت گرم دمت گرم وای 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 خواهش میکنم خب دقیقا چی شد؟ آکوا رو بدیم بیرون ایزی آکوا خیلی ایمپاستر اوت آکوا کیه؟ بگید من بیام ما آقا من چیزه این آکوا رو بدیم بیرون لول 70 زیر اسم من آبی کم رنگ رو میگه. آبی کم رنگ رو میگه. آبی کم. آها آبی کمرنگ عزیز دل نه یه سوال بپرسم نیما این سوال بپرسم آقا نیما چی آقا نیما آقای فیروزه‌ای توی وبپن بود میتونست من راحت بزنه ولی نزدش یعنی چی یه چیز دیگه هم هست گوش کنین آه، بچه چی؟ لاشیه شاید روزه بوده شاید روزه بوده آقا میشه نیما رو بنازیم بیرون الکی رو همه میندازه خود نیما بچه آکوا رو بدیم بیرون بابا لاشیه خود نیماه بابا خود نیما الکی اول میگه راشی اول میگه فیروزه‌ای بعد میگه لاشی من نگفتم نه گفتم لاشی داشت میگم بهتون میگم بابا خودت گفتی لول 71 رو بدیم بیرون نیما میدونم که نگاه کن زیاد قد نکن که به هم چسبیده بازی میکنیم نتونی اوکی راست باشه به هم چسبیده بازی کنیم دوستان نه لوات فردا اشکال نداره. مهم رنگ هست. مهم رنگ کی هست. فقط یه مهم رنگ. رنگی بگیرم اینجوری خیلی حالش ترکیب بیشتره رنگو لا 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 بینگ ریسیست لایک. هفتو و مایلی آها بذار من بگم بذار من بگم نیما رو ندیم آره. گوش کنید نیما رو ندیم ما شیپ شیفتر داریم شیپ شیفتر کسی نیست جز لاشی چرا من و زر پیش هم بودیم نیما هم که امرجنسی زده لاشی میاد تبدیل میشه به من میره فیک دست میزنه که بندازی رو من تمام لاشی بعد این آبی وای وای شیپ شیفتر نداریم شیپ شیفتر نداریم راست میگه وای ببین نگاه کن این خود نیما همه فیروزه‌ایه. تان مالید رفت ببین گوش کن. من گفتم خود استدلالش- فیروزه چیزه نیماه خود نیماه من فهمیدم خود نیماه. استدلالش انقدر قوی بود که از باسن دوباره شاشیدم خود نیماه
خود نیما به حرف این بچه گوش بده به ما رای بده ببین لاشی از همین الان از عذرخواهی میکنم من واقعا ببین، شما شرمنده باید بری شورای مرسش خیلی موفق میشین شما حتما بری شورای مرسش خود نیماه 2 تا امرجنسی آره، داریم دیگه من الان به خدا نه غلط کردم نیستم به خدا نیستم الکی قسم الان انداختیم بیرون میفهمی ای ای زرنگ، ای زرنگ. بریم الان سابوتاژو بزنیم من این پاسترم ببین یه چیزی داره به نام پروتکت ببین خوشم میاد اصلا من کاری نمی کنم یعنی ببین خوشم کاری نمی کنم خودت هم میگم میرسیم بیرون حال میکنم من ای خدا حاجی بخش دردناک داستان چیه؟ یکی اونجا اصرار میکردی و گفتی میوت کن نه بازی و فران کن فهمیدم این پاستی خدا ممنون قشنگ داشت التماس میکرد دارا این پاستر قشنگ بازیو نه اشکال آقا میوت همه میوت آجی دفعه بعدی قایم موشک بازی میکنم قایم موشک نه بایم بعد پاستر نیستم لیو میدم پاستر قایم موشک بذارم راستی آره بهتره ایزی نیما بیاد اون نیما ایسلورد بیا جان دلم بیا اینجا داده نه همه ببین. فازه شروع شده زندگی 2 روزه یک روز به نفته یک روز به ضررت فلان آقا من کسافت جلو ویت کرد منو برد تو مدبی جلو ویت کرد جلو ویت کرد تو مدبی وای خدا ببین گوش کن چی رفت شد روی مدبی بهش گفتم ببین زندگی یه روزه یه روز به نفته یه روز به ضررت رفتم تو آقا هر کی باشه میترسه دیگه خودی رفت ویت کرد یا خدا این کیه؟ آقا فکر کنم چیزا آقا باشه این دست رو بریم باشه میاد داداش دوستت کردم از الان حمایت ریدم نه اشتباه الکی گفتم آقا چه صورتیه It is not cheetah. Oh, an Iranian cheetah. It lives in the... Oh, yeah, actually. بچه های دنسی این پاس ریدم دهنت این پاس ریدم دهنت صداش در نمیاد Pastor, you have good mother. Pastor, you have a really good mother. میشه بیان تو آسمان نه از وضعیت نتت معلومه چه خبره بچه ها کدو فرستادم بیای های دنسی بریم اصلا نتت اینجا قشنگ خفت کنم کسی رو ندارم تمام خب بچه ها مرسی که تماشا کردیم خیلی حال دارم 3 بار بایستادم این بازیش هم جر دادم بچه هم دارم میرن تا یه ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ آقا چرا